خب دوستان وقتتون بخیر. این دوربینی که تو تصویر میبینید بچه‌ها دوربین AHD با ایمیج سنسور 307 سونی. این داخل سایت من مشخصاتش رو واسهتون نوشتم. یه توضیحات کلی هم بدم خدمتتون بچه‌ها. این دوربین ایمیج سنسورش برای شرکت سونی 307 هستش که 2.4 مگاپیکسل رزولوشن این دوربینه و همانطور اینکه این بردی که داخل این استفاده شده بچه‌ها WDR داره و سونی است. این از این بچه‌ها. این مدل دوربین AHD 2.4 مگاپیکسل بیشتر برای جاهای مناسبه که ما دید درصد خیلی قوی میخوایم. چرا؟ به خاطر اینکه برد 307 سونی تو ذاتش سوپر استارلایته و ما یه لنز 5 مگاپیکسل سوپر استارلایت دارک روش میذاریم که یه تصویر خیلی هیولا به ما تو شب تو تاریکی مطلق به ما میده. بعد خب چون کیسی هم که روش ما استفاده کردیم بچه‌ها کیس وارم هست، نور مصنوعی هم به محیط ما اضافه میکنه که دیگه اصلا این چیز خیلی حرفه‌ای در میاد. اگر که محیطی که دارید این دوربین رو نصب کنید شب خیلی ضعیفی وجود داره، یعنی تاریکه، برای شما خیلی مهمه که تصویر رنگی خیلی خوب داشته باشید، این ایمیج سنسور رو ما پارت نامبر رو به شما پیشنهاد بدیم تا بردای دیگه. این از این بچه‌ها. محصول 365 میتونید با 3 سال گارانتی تهیه بکنید. ما در خدمت شما هستیم.